بچه میخوایم بریم اینجا. بچه شما منو به اسم کافه آوردین توی کوچه چیکار؟ میخوایم من از این ور بگیرم. نخند بذار من صحبت. سلام بچه ها، چطورین؟ خوش اومدین به چنل من. امروز پنجشنبه آخر سال و ما گفتیم بریم خیابون ولیعصر ببینیم چه خبره. پس با من همراه باش. تئاتر شهر پیاده شدیم. اینجا هم که محوطه خود متروه. بکش نوشه جان. بچه اینجا بازارچه پارک شهره. این ظرفا بامزه. سفیدا کره محلیه. کاکتوسای خوشگلی هن. خودکلونای زنونه مردونه حراجه هر چی بخوای سر سلام. یاد پاساژ پروانه میافتم. خیلی قشنگه. سال خوبی داشته باشی. اومدیم تو پارک و یه چرخی زدیم و یه استراحت کوچولو کردیم. خیلی جالب. من الان فهمیدم مارندزونه. نقشه کشیده بودیم بریم قهوه بخوریم. حالا نمیدونم چیکار کنیم. البته اینجا چند جا دیدیم که ساندویچ داشتن میفروختن ولی نمیدونم گیر بدن گیر ندن. اصلا کافه جایی باز باشه. فعلا که کافه ندیدیم. حالا بریم باز. آها. ولی چون یه پارکینگ دارن میزنن اینجا. آها. چیز کردن که درستش کنن بعد برمیدارن. وگرنه اینجا کلا باز بود پله میخورد. آره. چغال بادوم جای مامانم خالی. من فکر نمی‌کردم چغال بادوم الان بیاد. خب بچه‌ها خیابون ولیعصر رو داریم میریم به سمت بالا. ببینین چه خبره. ما داریم همچنان دنبال یک کافه میگردیم که یه قهوه بخوریم. فعلا تا اینجا که بسته بودن. ببینیم میتونیم پیدا بکنیم یا نه. فعلا نیست ولی نصفه کیکی از سیایی
بیرون نمیشینیم دیگه چون ما رمضونه نمیشه. بریم داخل. خب بچه جاتون خالی. ما یه دونه نون سیب با یه دونه روز کلاسیک سفارش دادیم. بچه هوا تاریک شد دیگه، ما اومدیم بیرون. راستی حامد، مبینا، حامد بچه ها، مبینا بچه ها. من یادم رفت. اینجا چطور بود؟ عالی. خیلی خوش گذشت نه؟ خیلی مرسی مبینا. مرسی از خودتون. آره الان هم داریم میریم سمت میدون ولی است. اونجا خیلی شلوغ باشه. ببین چه خبر. بله خریدم بود. چیزی گیرمون داره. ما خیلی سخت بسندیم. بله آره بریم اون بر میدون. خود میدون ببینیم چه خبره. نمیتونی میگیری؟ آره بازم میگم که الان بچه متاسفانه به خاطر کپی رایت ترسیدم بذارم کاملش پخش بشه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت یادتون نره، برای دوستاتونم بفرستین و اینکه میدون ولی اسب بالا رو تو قسمت بعد میبینیم.